کافی از یه چتبات هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی بپرسی آیا تو احساس داری؟ اون هم در جواب به شما میگه نه. اما اگه دقت کنید هوش مصنوعی خیلی هم خوب میتونه احساسات ما رو درک کنه. وقتی شما چیزی مینویسید، مثلا امروز خیلی ناراحتم، هوش مصنوعی میتونه احساسات شما رو از روی این کلمات برداشت کنه. همینطور از لحن و سرعت صدای شما هم میتونه احساساتتون رو شبیه سازی بکنه. مثلا وقتی عصبی یا خوشحال صحبت میکنید، هوش مصنوعی اون رو تشخیص میده. حتی وقتی حالت صورتتون تغییر میکنه، مثلا لبخند یا اخم، هوش مصنوعی میفهمه شما چطور احساس میکنید. هوش مصنوعی حتی رفتار شما رو تحلیل میکنه. اگه مدام آنلاین باشید یا در شرایط خاصی رفتار کنید، میتونه تشخیص بده که به احتمال زیاد شما استرس دارید. نظر شما چیه؟ فکر میکنی هوش مصنوعی به ما دروغ میگه؟ اون میتونه مثل ما انسان‌ها احساسات رو درک کنه؟